واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. دوستان نهایت گرامی، بینندگان شبکه جهانی وصال حق، در این فعلا در قسمت 35 این برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی قرار داریم و در قسمت گذشته این برنامه در قسمت‌های گذشته این برنامه شروع کرده بودیم به باب شروط صلات یا باب شروط نماز و شرط اول که وضو کردن بود، پاک کردن از حدث بود و همچنین شرط دوم که ستر عورت، پوشاندن عورت و شرط سوم که پاک کردن جسم و کالا و جای نماز بود. این همه را در قسمت‌های گذشته این برنامه در پرتو احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما عرض و بیان کردم و در این قسمتی از برنامه شرط دیگری از شروط صحت نماز را در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما عرض میکنم و او شرط استقبال قبله یا رو آوردن به طرف قبله که کعبه شریف است. این شرط است. از جمله شروط نماز دوستان عزیز این است که انسان در وقت نماز باید رو به طرف قبله کند و اتجاه قبله یا رو آوردن به طرف قبله شرط نماز است. بدون این شرط نماز درست و صحیح نیست و این مطلب در آیات متعددی در نصوص شریعت، در آیات متعدد و در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان شده، از جمله آیات سوره بقره که الله متعال می فرماید قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. ای رسول خدا، ای رسول الله، ما دیدیم که تو بار بار روی خود را به طرف آسمان میگردانی و با این امیدواری استی که قبله تو از طرف بیت المقدس به طرف کعبه شریف برگرده و کعبه شریف قبله تو بوده باشه، لذا ما قبله تو را از بیت المقدس به طرف کعبه شریف گشتاندیم. فولی وجهک شطر المسجد الحرام، پس تو روی خود را در وقت نماز به طرف مسجد الحرام بگردان. و در آیت بعدی می فرماید و من حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. از هر جایی که تو بیرون میشوی روی خود را در وقت نماز به طرف مسجد الحرام بگردان و در هر جایی که بوده باشید شما روهای خود را در وقت نماز به طرف مسجد الحرام بگردانید. و این تکرار هم دلالت بر تأکید میکنه که در نماز شرط مؤکد و یقینی است که انسان در وقت نماز خواندن روی خود را به طرف قبله بگرداند و در غیر قبله نماز خواندن درست نیست. و در احادیث متعددی هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر این امر تاکید نمودند. از جمله حدیثی که متفق علیه است، حدیثی است که امام مسلم و امام بخاری و امام مسلم رحمت الله علیهما او را روایت میکنند و حدیث مشهوری است به نام حدیث مسیء الصلات، حدیث شخصی که نماز خواندن خوبی را یاد نداشت، نمیتونست که نماز خوبی بخونه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای از نماز خواندن را یاد میده و برش میگه که اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء، وقتی که تو با اراده قیام به نماز میکنی میخوای که در نماز ایستاد شوی، اول باید وضوء خود را به طور کامل و اکمل انجام بدهی. ثم استقبل القبلة فكبر، و بعد از او خود را متوجه قبله بسازی، روبروی قبله ایستاد شوی و بعد از او تکبیر تحریمه را بگویی.
و این حدیث طولانی است. صحابه کرام فرمودند که یک روزی ما با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مسجد مبارک ایشان نشسته بودیم و شخصی آمد در یک کناره مسجد نماز خواند و در نماز خود واجبات نماز را قیام و قعده و وقوف و قرائت را به شکل صحیح انجام نداد. زود نماز خواند یعنی. و بعد از ادای نماز آمد پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم سلام داد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که ارجع فصلی فانک لم تصلی، تو برو دوباره نماز خود را اعاده کن، چون نمازی که تو خواندی نماز نیست. نمازی که مراعات خشوع و خضوع در او نشوه، نمازی که با قرائت صحیح خوانده نشوه، نمازی که در او قیام و قعود و جلسه به شکل صحیح ادا نشوه، نماز نیست. اون شخص رفت دوباره نماز را با شکلی که یاد داشت به شکل اولی خود انجام داد. باز آمد پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم سلام داد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوباره برش گفت که ارجع فصلی فانک لم تصلی. باز هم بار سوم هم به اون شکل نماز خواند. باز آمد پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم سلام داد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بار سوم هم گفت که ارجع فصلی فانک لم تصلی، تو برو باز نماز خود را اعاده کن. این شخص گفت که یا رسول الله، ای رسول خدا، من از این قدر دیگر نمازی بهتر یاد ندارم، چیزی که من یاد دارم همون را انجام دادم، دیگه نمیتونم که من از این که بهتر بخوانم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم برایش فرمود اذا قمت الى الصلاه، وقتی که تو اراده قیام نماز کردی، فاسبغ الوضوء، اول باید وضوء خود را به شکل کامل و مکمل انجام بده، به شکلی که تمام اعضای که در وضوء شستن آن فرض است آن را باید بشویی. ثم استقبل قبله فکبر، و بعد از او تو متوجه قبله شو، رو به روی قبله ایستاد شو و تکبیر تحریمه بگو. و بعد از او تا به آخر پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز را یک برای از او تعلیم میده که به این شکل قرائت بکو و به این شکل قیام بکو و به این شکل رکوع بکو و به این شکل از رکوع ایستاد شو و به این شکل سجده بکو و به این شکل از سجده ایستاد شو و به این شکل قعده بکو. تمام نماز را برای از او یاد میدهد. و مورد شاهد ما در این حدیث این است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله، و بعد از اینکه وضو کردی تو اول کاری که میکنی باید رو به روی قبله ایستاد شوی. و بنابراین حدیث و آیات و نصوص شریعت علمای مسلمین همه به اجماع دارند که استقبال قبله، رو آوردن به قبله در نماز واجب است و جمهور علما نظرشان این است که شرط نماز است و بدون استقبال قبله نماز درست نمیشه، مگر در سه حالت که بنا به احادیث که آمده. سه حالت را علما استثناء کردن. اول حالت عجز و عاجزی، مثلا انسان مریض است، روی تخت خواب افتیده و رویش طرف قبله نیست، طرف غیر قبله است و این شخص نمیتواند که روی خود را دور بده چون مریض است، حرکت نداره و شخص دیگری هم نیست که تختی از او را یا روی از او را طرف قبله کنه و او شخص میتواند که با اشاره به اون طرفی که روی از اوست اون طرف نماز خود را بخوانه، چون این شخص عاجز است، نه خودش روی خود را طرف قبله کرده میتونه و نه شخص دیگری موجود است که روی از او را طرف قبله بکنه. و حالت دوم حالت خوف در جنگ است. نماز خوف در جنگ وقتی خوانده میشه، وقتی که مسلمان ها در حالت نبرد جنگ هستند با کفار و در اون حالت نماز خوف را انجام میدهند و متوجه دشمن هستند، روبروی دشمن هستند، در اون حالت نماز میخوانند و دشمن چون رو طرف قبله نیست طرف دیگری هست و میتونن که در اون صورت متوجه دشمن باشند، در حالت جنگ نماز خوف را به طرف غیر قبله انجام بدهند. و حالت سوم نماز نفلی هست. در احادیث متعددی آمده که پیغمبر اکرم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نمازهای نفلی را به طرف غیر قبله در سفر، در حالتی که در بالهای الاغ خود یا در بالهای مرکب خود سوار می بودند، به طرف غیر قبله نمازهای نفلی را می خواندند. و در غیر از این سه حالت بنابر اجماع علما رو آوردن به طرف قبله واجب است و بنا به قول جمهور علما شرط صحت نماز و بدون از اون نماز درست نمیشه. و برای تعیین جهت قبله رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که او را امام ترمذی رحمت الله علیه و ابن ماجه و بیهقی از صحابی جلیل القدر ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند که ایشان فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ما بین المشرق والمغرب قبله، قبله اهل مدینه
بین مشرق و مغرب است. و معنای این حدیث را در جای دیگری امام ترمذی رحمت الله علیه از صحابی جلیل القدر عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت میکند که عبدالله بن عمر رضی الله عنه در معنا و مفهوم این حدیث فرمودند اذا جعلت المغرب عن یمینک والمشرق عن یسارک فما بینهما قبله. معنای این حدیث این است که تو وقتی که مغرب را طرف دست راست خود قرار میدهی و مشرق را طرف دست خود چپ خود قرار میدهی و روی تو هر طرفی که میشه اون طرف قبله هست. و این حدیث را پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره با صحابه کرام فرمودند و مدینه منوره چون در شمال مکه مکرمه واقع است پس قبله اهل مدینه طرف جنوب است. وقتی که طرف جنوب استاد میشوند مشرق طرف دست راستشان قرار مغرب طرف دست راستشان قرار میگیرد و مشرق طرف دست چپشان قرار میگیرد. و همچنین کسایی که مثلا در جنوب مدینه مکه مکرمه قرار دارند قبله از آنها طرف شمال قرار میگیره و همچنین کسایی که در شرق مدینه منوره قرار میگیرند اهل مشرق، اهل عراق، مثلا اهل ایران، اهل افغانستان، اهل خراسان زمین، اینها قبلهشان طرف مغرب قرار میگیره و وقتی که دست چپشان طرف شمال میگرده و دست راستشان طرف جنوب و رویشان طرف مغرب است و متجه قبله میگردن. و همچنین کسانی که در غرب مکه مکرمه قرار میگیرند قبلهشان طرف شرق است. و به همین صورت این حدیث دلالت به این میکند که وقتی که انسان در خارج مکه مکرمه بوده باشد، وقتی که کعبه را به چشم نمیبینه، عین کعبه شرط نیست که عین کعبه متوجه عین کعبه شود، بلکه شرط است که متوجه جهت مکه مکرمه شود. هر جهتی که مکه مکرمه واقع است در اون جهت روی خود را بگردانه و متجه قبله گفته میشه. اما در وقتی که انسان در داخل حرم مکی هست، در جایی است که میتونه که کعبه شریف را به چشمه های خود ببینه، در اون صورت عین کعبه شرط است که انسان متوجه عین کعبه شود و نه که جهت کعبه. اما در بیرون مکه مکرمه، حتی در داخل مکه مکرمه وقتی که کعبه را نمیبینی تو جهت کعبه شرط است نه عین کعبه. بنا به این حدیث و حدیث دیگری که در روایت های متعددی در رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده است. اما موضوع این دوستان عزیز، موضوع از که وقتی که انسان در یک بیابانی قرار داره کسی نیست که از او قبله را پرسان کنه، یا در شب تاریک قرار داره در یک جایی که نمیتونه که به توسط مهتاب قبله را تعیین کنه، یا در روز ابر است، آفتاب آشکار نیست، نمیفهمه که جهت آفتاب کدام طرف است، نمیتونه که قبله را تعیین کنه، در او وقت نماز میخوانه و بعد از او ظاهر میشه که نمازی از او به طرف غیر قبله بوده، یعنی به اشتباه نماز خوانده. در این صورت چه حکم دارد؟ این موضوع هم در احادیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده. از جمله حدیثی است که صحابی جلیل القدر عامر بن ربیعه عنزی که از جمله صحابیایی بود که در ابتدای اسلام ایمان آورده بودند و به حبشه هجرت کردند و بعد از او به مدینه منوره هجرت کردند و در سال 32 هجری وفات نمودند. این صحابی جلیل القدر روایت میکند که از این صحابی جلیل القدر روایت شده است که فرمودند کنا مع النبی صلی الله علیه و سلم فی لیلة مظلمه، ما با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یکی از اسفار ایشان در یک شب تاریک قرار داشتیم. فاشکلت علینا القبلة فصلینا، تعیین قبله بر ما دشوار واقع شد. ما نتونستیم که در این شب تاریک در وقت نماز خواندن قبله را تعیین کرده بتوانیم، نتونستیم قبله را تعیین کنیم. فصلینا، پس ما بنا به تحری و بر کوششی که ما خودمان کردیم به یک طرف نماز خواندیم. فلما طلعت الشمس اذا نحن صلینا علی غیر القبله، وقتی که صبح شد آفتاب طلوع کرد، خورشید طلوع کرد، دیدیم که ما به طرف قبله نماز نخواندیم، به طرف غیر قبله نماز خواندیم. فذكرنا ذلك للنبي صلی الله علیه و سلم، و ما این واقعه را به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حکایت کردیم، ذکر کردیم که رسول خدا آن نمازی که ما در شب خوانده بودیم به طرف قبله نبوده. فنزلت فاینما تولوا فثم وجه الله، بعد از او این آیه نازل شد که فاینما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب، فاینما تولوا فثم وجه الله، مشرق و مغرب از آن الله متعال است، هر طرفی که شما روی میگردانید در آنجا وجه الله متعال است. و این حدیث
علما از این حدیث دلیل گرفتن. اکثر فقها از جمله فقهای احناف و فقهای اهل کوفه و امام شعبی و دیگر اکثر فقها از این حدیث دلیل گرفتن بر اینکه وقتی که انسان در یک بیابانی قرار میگیره، در شب تاریک قرار میگیره یا در روز ابرآلودی قرار میگیره که نمیتونه که جهت قبله را معین بکنه و بنا به تحری و کوششی که داره یک طرف نماز میخوانه و بعد از او برش آشکار میگرده که نمازش به طرف غیر قبله بوده، میتوند که نماز خود را اعاده نمیکنه، نمازش صحیح و درست است. اما در هنگام نماز اگر کسی برای او خبر میده که قبله این طرف نیست و طرف دیگری است و میتونه که در وقت نماز خود را متوجه قبله کنه. اما بعد از خواندن نماز اگر کسی برای او خبر میدهد یا خودش برش آشکار میگرده که جهتی که نماز خواندن جهت قبله نیست، نماز خود را اعاده نمیکند بنا به قول اکثر فقها از جمله فقهای احناف و فقهای کوفه و امام شعبی رحمت الله علیهم و غیر و دیگران. و حدیث دیگری هم این مفهوم را ادا میکنه و او حدیث را هم امام طبرانی از صحابی جلیل القدر معاذ بن جبل روایت میکند که معاذ بن جبل رضی الله عنه فرمودند: صلینا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی یوم غیم فی سفر الى غیر القبله. و یک روزی که روز ابری بود، روزی بود که آفتاب دیده نمیشد، ما با رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نماز خواندیم و بعد از اون متوجه شدیم که نماز ما به طرف غیر قبله، به طرف قبله نبوده. فلما قضا صلاته تجلت الشمس. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از نماز فارغ شدند و نماز سلام گشتاندند، آفتاب آشکار شد، یعنی ابر رفت آفتاب آمد. فقلنا یا رسول الله صلینا الی غیر القبله. بعضی متوجه شدیم که ما به طرف غیر قبله نماز خواندیم. بعد که آفتاب را دیدیم، از دیدن آفتاب جهت قبله را ما معین کرده تانستیم و فهمیدیم که به غیر قبله نماز خواندیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جواب فرمودند: قد رفعت صلاتکم بحقها الی الله. نماز شما با حقش به طرف خدا برداشته شد، یعنی نماز شما تکمیل است، نماز شما صحیح است و نماز شما مورد قبول درگاه الله متعال قرار گرفته. شما ضرور نیست که دوباره نماز خود را اعاده کنید. بنابراین اکثر علما رأیشان این است که نماز را اعاده نمیکنه و بعضی از علما از جمله امام شافعی رحمت الله علیه رأیشان این است که اگر در داخل نماز، اگر در وقت نماز بوده باشه، یعنی پیش از اینکه وقت نماز خارج شود، نماز خود را اعاده میکنه. اما اینکه بعد از اینکه وقت نماز خارج شد، بعد از او قبله برشان ظاهر شد که به غیر قبله نماز خواندن، در اون صورت اعاده نمیکنه. اما محققین از جمله امام صنعانی و دیگران به رأی اول رأی دادن و گفتن که نماز را اعاده نمیکنه و نماز این شخص صحیح است. و بعد از دیدن یک میانه برنامه دوباره خدمت شما هستیم با دیگر احادیث گهرباری رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. با ما باشید. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: نماز شخص در جماعت 25 برابر نماز شخص در منزل و بازار می باشد، چرا که وی هنگامی که به خوبی وضو می گیرد و جز برای نماز به سوی مسجد خارج نمی شود، هیچ گامی بر نمی دارد مگر اینکه درجه‌ای به درجاتش افزوده و گناهی از گناهانش بخشیده خواهد شد. و چون نماز می خواند، مادامی که در نماز است، ملائکه همچنان بر وی درود می فرستند و می گویند: بار الها بر او درود فرست و وی را مورد رحمت خود قرار ده. و یکی از شما مادامی که منتظر نماز است، گویا که وی نماز می‌خواند. نحيا ونرشف من شذا. بسم الله الرحمن الرحیم.
در قسمت اول این برنامه خدمت شما عرض کردم که از جمله شروط صحت نماز استقبال قبله است، رو آوردن به طرف قبله و به غیر قبله نماز خواندن درست نیست، مگر در 3 حالت علما او را گفتم استثناء کردن. اول حالت عجز که انسان عاجز بوده باشه، انسان مریضی بوده باشد که نتواند که روی خود را به طرف قبله بکنه و کسی دیگری هم نباشد که روی از او را به طرف قبله بگردانه، و همچنین در حالت نماز خوف در وقت جنگ، و همچنین حالت سوم در حالت نفل. و این موضوع که نفل خواندن به طرف غیر قبله درست و جایز است، در خاصتا در سفر، وقتی که انسان در بالای مرکب و در بالای سواری در بالای چیزی سوار می باشه و به طرف اتجاهش طرف غیر قبله است، میتواند که نمازهای نفلی را به اتجاهی که است بخوانه. این مطلب در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. از جمله حدیث است که از صحابی جلیل القدر عامر بن ربیعه رضی الله عنه روایت شده است که ایشان فرمودند: رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی علی راحلته حیث توجهت به. ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دیدم که بر بالای راحله خود، اما سواری خود، نماز میخواند و به هر طرفی که سواریش متوجه می بود به اون طرف نماز میخواند، چه طرف قبله می بود یا نمی بود. و این حدیث متفق علیه است، حدیثی است که امام بخاری و امام مسلم رحمت الله علیه این حدیث را روایت کردند. و در روایت دیگری در صحیح بخاری آمده که یؤمی برأسه ولم یکن یصنعه فی المکتوبه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را من دیدم که هنگامی که در بالای راحله و سواری خود نماز نفل را انجام میدادند با سر خود اشاره میکردند و این کار را در نمازهای فرضی نمیکردند، یعنی در نمازهای فرضی به غیر قبله نماز نمیخواندند و در نمازهای فرضی اشاره به اشاره نماز نمیخواندند. و همچنین در روایت دیگری هم آمده که در ابن خزیمه صحیح ابن خزیمه آمده ولكن یخفض السجدتین من الرکعه. ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دیدم که بر بالای راحله خود نماز می‌خواندند و اشاره می‌کردند در نماز خود رو با رکوع و سجده خود، و سجده خود را از رکوع خود کرده کمی پایانتر می‌کردند. یعنی وقتی هنگامی که به رکوع اشاره می‌کردند سر مبارک خود را کمی پایان می‌کردند، وقتی که به سجده اشاره می‌کردند از او که بیشتر سر مبارک خود را پایان می‌کردند. و همچنین امام شافعی رحمت الله علیه در مسند خود از صحابی جلیل القدر جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند: رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی و هو علی راحلته النوافل. ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دیدم که نوافل را، نمازهای نفلی را بر بالای راحله و بر بالای سواری خود انجام میدادند. و امام احمد همچنین در مسند خود از همین صحابی جلیل القدر جابر بن عبدالله روایت میکند که ایشان فرمودند: رأیت النبی صلی الله علیه و سلم یصلی و هو علی راحلته النوافل. ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دیدم که بر بالای راحله خود نوافل را، نمازهای نفلی را انجام میدادند، فی کل جهت، بر هر جهتی که امو راحله و سواری از او روان می بود، چه به جهت مشرق می بود، به جهت مغرب می بود، به جهت شمال یا جنوب، به هر طرفی که راحله ایشان، سواری ایشان روان می بود به مو طرف نماز نفلی را بر بالای سواری خیش می خواندند. ولكن یخفض السجود من الرکوع و یؤمی ایماء. لیکن وقتی که سجده میکردن سجده ایشان از رکوع ایشان کرده کمی پایانتر می بود و در نماز خود اشاره میکردن، یعنی رکوع و سجده را به اشاره میخواندند و سجده ایشان از اشاره سجده ایشان از اشاره رکوعشان کمی پایانتر می بود. پس بنابراین احادیث علما این احادیث دلالت به این میکند که خواندن نوافل در سفر بر بالای راحله، بر بالای سواری به غیر قبله درست است، که اتجاه سفر انسان هر طرفی که باشه میشه که به اون طرف بر بالای سواری خود نماز بخونه. و این مورد اتفاق و اجماع علمای اهل سنت است، همه به این اتفاق دارند که نماز نفلی در سفر بر بالای راحله، بر بالای سواری، به هر اتجاهی که سواری روان باشه درست است. اما در غیر سفر، در حضر، وقتی که انسان مسافر نباشه در حضر میتونه این کار را بکنه
یا نمیتونه بکنه. عده از علما بنا به بعضی زیادت هایی که در بعضی روایت ها آمده که فی سفر القصر که این حکم خاص سفر است و در غیر سفر درست نیست، گفتن که فقط در سفر درست است، در غیر سفر درست نیست. و عده علما گفتن که اکثر احادیث، اکثر روایت ها مطلق است، شامل حضر و سفر هر دو میشه. میتونه که در سفر هم این کار را بکنه و میتونه که در حضر هم این کار را بکنه. اما اگر انسان راحله نداشته باشه، سواری نداشته باشه و بر پیاده را بروه، آیا میتونه این کار را بکنه؟ این هم اکثر علما نظرشون هم است که راحله شرط نیست. حتی پیاده هم وقتی که در راه روان باشد میتواند که نمازهای نفلی را به طرف غیر قبله بخوانه و اتجاه قبله در نمازهای نفلی در وقت سفر شرط نیست و به هر اتجاهی که روان است و اون اتجاه میتونه که در حالت سفر چه در راحله باشه چه در غیر راحله، این برای سواری باشه پیاده روان باشه، میتونه که نمازهای نفلی را بخوانه و رکوع و سجده خود را به اشاره انجام بدهد. اما موضوع دیگر این که در بعضی از احادیث تخصیص آمده که وقتی که انسان نوافل را بر غیر قبله میخواند باید در وقت تکبیر تحریمه روی خود را اول متوجه قبله بکنه و بعد از اینکه در وقت تکبیر تحریمه متوجه قبله کرد، بعد از اون میتوند که ادامه نماز خود را بر غیر قبله بخوانه. و این تخصیص در حدیثی که انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند و کان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبله. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در حالت سفر وقتی که میخواستند که نماز نفلی بخوانند، ناقه خود را، سواری خود را، شتر خود را اول در وقت تکبیر تحریمه متوجه قبله میکردند، روی از او را متوجه قبله میکردند. فکبر ثم صلى حيث كان وجه رکابه. وقتی که در وقت تکبیر تحریمه روی خود را به طرف قبله کرده تکبیر میگفتند، بعد از اون نماز خود را تکمیل میکردند. هر طرفی که راحله از اونا، هر طرفی که اتجاهی از اونا میبود به اون طرف روان میشدند و نماز نفلی خود را تکمیل میکردند. و بنابراین تخصیصی که در این حدیث آمده، اکثر علما نظرشون هم است که انسان وقتی که میخواد که در سفر نماز بخوانه هنگام تکبیر تحریمه، و این حدیث هم حدیث حسن است و زیادتی که در حدیث حسن آمده به او عمل میشه، لذا بنا به این حدیث اول باید خود را در وقت تکبیر تحریمه متوجه قبله کنه و بعد از او هر طرفی که جهتی سفری از او باشه به اون جهت نماز خود را ادامه میدهد و رکوع و سجده خود را به اشاره میکند و اشاره رکوع سجدهش پایانتر از اشاره رکوع می باشد. و شرط نیست که گفتم که در سر راحله باشد و میتواند که انسان در حالت پیاده روی هم در سفر این کار را انجام بدهد، نماز نفلی را. اما نماز فرضی، گفتم که در نماز فرضی اتجاه قبله اجباری و ضروری است. اما اینکه در وقت ضرورت آیا میتواند که نماز فرضی را درباره راحله در بالای سواری بخوانه یا نمیتونه؟ این امر هم در حدیثی از که امام ترمذی و ابن نسائی را روایت میکنه ثابت شده است که صحابه کرام رضی الله عنهم فرمودند که انه صلی الله علیه و سلم اتى الى مضیق هو و اصحابه والسماء من فوقهم والبلة من اسفل منهم. راوی حدیث میگه که ما در یک سفری با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همراه بودیم و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با صحابه کرام در یک جای تنگنایی رسیدن. یک تنگنایی بود که در آنجا آسمان از بالا میبارید و زمین هم تر بود، یعنی نمیتونستن که و جای هم جای تنگنایی بود، نمیتونستن، جای خشکی نبود در اونجا، نمیتونستن که پایان شوند و نماز فرض را انجام بدهند. فحضرت الصلاة فامر المؤذن و اقام. در این موقع ضرورت که از بالا باران میباره و از زیر هم زمین تر است و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با صحابه خود در یک تنگنای قرار گرفتند، در یک موقع تنگ قرار گرفتند. در این وقت نماز شد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امر کرد که نماز اقامت گفته شود. ثم تقدم رسول الله صلی الله علیه و سلم علی راحلته. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیش شدند و بر بالای راحله خود، بر بالای همون چیزی که بر بالای سوار بودند نماز دادند. فصلى بهم یوم ایماء. و بر مردم، بر صحابه کرام نماز دادند و پیش نماز شدند.
و در نماز به اشاره نماز میخوانند، رکوع و سجده را به اشاره میکردند. فیجعل السجود اخفض من الرکوع، سجده خیش را پایانتر از رکوع انجام میدادند. بنابراین حدیث علما به این نظر هستند که اتجاه قبله در نماز شرط نماز است، در نماز فرضی، اما در وقت ضرورت میتواند که بر بالای راحله خود نماز فرضی را بخونه، لیکن به شرطی که رو به روی قبله ایستاد شود و اتجاه قبله را مراعات کنه و میتونه که بر بالای راحله خود در وقتی که مثلا باران باشه، زمین هم تر باشه و ضرورتی باشه که انسان در بالای از راحله خود پایان شده نتونه، میتونه که بر بالای راحله خود نماز فرض را بخونه و رکوع و سجده را به طور اشاره انجام بدهد، به شکلی که اشاره سجدهش پایانتر از اشاره رکوع بوده باشد. و این قسمتی از برنامه ما بینندگان عزیز در اینجا خاتمه می‌یابد و تا قسمت آینده با شما خداحافظی میکنم و در قسمت آینده تکمیل شروط نماز را در پرتو احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما عرض میکنیم و تا وقت الله حافظ و نگهبانتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.